سلام هموطنان عزیز. در نتیجه انفجار ماین در بدخشان 3 نفر سرباز طالبان کشته و 5 نفر سربازشان زخمی شدند. یحسن الله کامگار سخنگوی پلیس طالبان در ولایت بدخشان با تأیید انفجار ماین چسبکی در شهر فیض آباد مرکز این ولایت به رسانه‌ها گفت حوالی ساعت 11 قبل از ظهر امروز چهارشنبه یک حلقه ماین چسبکی جاساز شده در یک اراده موتورسیکل در منطقه جوزون شهر فیض آباد انفجار نموده و کاروان نیروهای امنیتی این گروه را هدف قرار داده است. نیروهای امنیتی طالبان به منظور تخریب مزارع کوکنار عازم بودند که با این انفجار مواجه شدند. 3 نفر از سربازانشان کشته شدند و 5 نفر از سربازانشان زخمی شدند. امروز در بدخشان انجام شده این عملیات. فعلا هیچ گروهی این را به عقده نگرفته است. موفق و پیروز باشید.